سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز من قصد دارم بهتون یاد بدم که چجوری سرعت رشد گیاها و سرعت کل بازی رو زیاد کنید. خب، برای بالا بردن رشد سرعت اسلش رو میزنید گیم رول رندوم تیک اسپید و اون ولیو که میخواید، مثلا خیلی بالاتر بفرما. به راحتی رشد کرد. بازم رشد میذارم واسهتون. خیلی سریع الان رشد میکنم. این از حالت عادی خیلی سریعتره. یکی دیگه و این هم فقط به عشق خودتون. خب امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.